سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه امروز ایران و جهان. من فریبا شیرازی هستم. در این برنامه از سفر باراک اوباما به عربستان سعودی خواهیم گفت. نگاهی داریم به رأی تازه دیوان عالی آمریکا برای پرداخت غرامت به قربانیان بمبگذاری‌های بیروت. به واکنش صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نسبت به گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران خواهیم پرداخت و مروری هم داریم به دادگاه غیرعلنی نرگس محمدی و ادامه حبس امید کوکبی فیزیکدان ایرانی با وجود انجام عمل جراحی. با ما همراه باشید. پایان هفته گذشته باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در ریاض دیدار و گفتگو کرد. نقش ایران در منطقه، بحران یمن و سوریه و مقابله با گروه تروریستی داعش از جمله مهمترین موضوعات مورد بحث در طی این سفر بود. گفته می شود در نخستین دیدار اوباما با ملک سلمان در کاخ سلطنتی که حدود 2 ساعت به طول انجامید، رهبران دو کشور کوشیدند که تنش‌های اخیر میان دو کشور را کاهش دهند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی روز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه در ریاض درباره درگیری‌ها در سوریه و یمن، اقدامات ایران در منطقه و مسائل مرتبط با درگیری‌ها در منطقه که کشورهای عضو ائتلاف بر سر آنها اختلاف نظر دارند، به بحث و تبادل نظر پرداختند. کاخ سفید میگوید رهبران دو کشور بار دیگر بر روابط دوستانه تاریخی و همچنین استراتژیک عمیق میان ریاض و واشنگتن تاکید کردند. باراک اوباما پیشتر از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس خواسته بود تا به نوعی صلح سرد با ایران دست یابند تا تمام کشورهای منطقه توان خود را بر یک هدف واحد، یعنی از بین بردن جریان افراط‌گرایی متمرکز کنند. کاخ سفید در بیانیه خود تصریح کرده رئیس جمهوری آمریکا و پادشاه عربستان به طور کلی در خصوص پیامدهای اقدامات تحریک‌آمیز ایران در منطقه گفتگو کردند و بر اهمیت دستیابی به رویکردی فراگیر برای کاهش تنش‌ها در منطقه توافق کردند. گزارش‌ها حاکی است که در دیدار باراک اوباما و ملک سلمان که نزدیک به 2 ساعت به طول انجامید، گروهی از مقام‌های بلندپایه عربستان نیز حضور داشتند. در همین حال شبکه خبری CNN در گزارشی به مسئله استقبال از باراک اوباما در عربستان پرداخته. گزارش‌ها حاکی است که پادشاه عربستان روز چهارشنبه برای استقبال از باراک اوباما به فرودگاه نرفته است و فرماندار ریاض از رئیس جمهوری آمریکا استقبال کرده. یک کارشناس به شبکه CNN گفته است جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا در جریان آخرین سفر خود به عربستان مورد استقبال پادشاه این کشور قرار گرفت. این در حالی است که هیچ یک از مقامات بلندپایه عربستان از باراک اوباما استقبال نکردند. همزمان با مذاکرات رهبران آمریکا و عربستان سعودی، سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیز روز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه وارد ریاض، پایتخت عربستان شدند تا در اجلاس این شورا شرکت کنند. ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان از رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس استقبال کرد. قرار است اجلاس سران آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس روز پنجشنبه 2 فروردین ماه برگزار شود. دکتر عبداللطیف الزیانی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس بر اهمیت این اجلاس تاکید کرده و گفته است این اجلاس نشانه‌ای از روابط نزدیک شورای همکاری با آمریکاست. در همین حال در تهران، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با نام بردن از حزب الله لبنان به عنوان افتخار دنیای اسلام گفته است با وجود تهدیدهای عملی و تبلیغاتی فراوان، امروز حزب الله لبنان پیکره رشید خود را در دنیای اسلام نشان می‌دهد و محکومیت آن در یک ورقپاره به وسیله دولتی فاسد، وابسته، توخالی و پوک به درک و هیچ اهمیتی ندارد. آقای خامنه‌ای در این سخنان که روز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه ابراز شده از دولت عربستان سعودی نام نبرده، اما تلقی ناظران این است که اشاره او متوجه ریاض است.
عربستان سعودی در ماه‌های اخیر به اقدام‌های علیه حزب الله لبنان دست زده است. آقای خامنه‌ای گفته است حزب الله و جوانان مؤمن آن همچون خورشید می‌درخشند و مایه افتخار دنیای اسلام هستند. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان روز چهارشنبه خود گفته است دشمنان برخی اوقات ما را تهدید به جنگ سخت و بمباران می‌کنند، اما این تهدید غلط زیادی است. در تحول دیگر ارتش آمریکا اعلام کرده است برای نخستین بار از بمب‌افکن راهبردی B-52 در حمله به مواضع داعش در عراق استفاده کرده است. سرهنگ استیو وارن سخنگوی عملیات ائتلاف علیه حکومت اسلامی که در بغداد حضور دارد روز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه به خبرنگاران گفته است این حمله روز دوشنبه در جنوب موصل انجام شده است. به گزارش وبسایت ملیتاری آخرین باری که از بمب‌افکن‌های B-52 برای انجام حملات هوایی استفاده شده به دهه 1990 آن هم در جریان عملیاتی در عراق باز می‌گردد. به گزارش این وبسایت از B-52 در پروازهای عملیاتی علیه طالبان و القاعده نیز استفاده شده است. طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه تمرکز بسیاری از حملات ائتلاف در منطقه موصل بوده، جایی که در عین حال ارتش عراق و پیشمرگه‌های کرد آن کشور در تلاش برای افزایش محاصره و منزوی کردن قوای داعش هستند. در بیانیه ائتلاف گفته شده است از 21 حمله اخیر 9 مورد در حوالی موصل انجام شده که در آن علاوه بر خودروها و تجهیزات جنگی داعش یک نیروگاه مورد استفاده این گروه تروریستی نیز هدف قرار گرفته است. خبرگزاری فرانسه نیز میگوید ستاد فرماندهی آمریکا با کمک نیروهای پیشمرگه دست به انجام حمله علیه یک فرمانده ارشد گروه حکومت اسلامی زده است. ساخت بمب‌افکن‌های B-52 به دوره ریاست جمهوری آیزنهاور باز می‌گردد. شرکت بوئینگ این هواپیمای راهبردی و فراسوت ارتش آمریکا را طراحی کرده و ساخته است. B-52 قادر است تا ارتفاع 15,000 متری اوج بگیرد و علاوه بر بمب‌های متعارف تسلیحات هسته‌ای نیز حمل کند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را ادعاهای نادرست و توهین‌های ناروا خواند و از ستاد حقوق بشر این قوه درخواست کرد تا به ادعاهای مطرح شده در این گزارش سطر به سطر پاسخ دهد. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران که هفته گذشته منتشر شد، بار دیگر از نقض حقوق بشر در ایران به شدت انتقاد کرد. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را ادعاهای رکیک و نادرست و توهین‌های ناروا خواند و از ستاد حقوق بشر این قوه و وزارت خارجه خواست تا به ادعاهای مطرح شده در این گزارش سطر به سطر پاسخ دهند. صادق آملی لاریجانی روز دوشنبه 30 فروردین گفت هر کشوری ارزش‌ها و هنجارهای خاص خود را دارد و آمریکا حق ندارد معیارهای غلط و اومانیستی خود را به دیگران تحمیل کند. رئیس قوه قضاییه ایران ادعاهای مطرح شده در این گزارش درباره مرگ زندانیان را سخن نامربوط خواند و تاکید کرد مرگ و میر زندانیان به ویژه افراد مسن و برخی افراد گرفتار به مواد مخدر موضوعی در همه زندان هاست. رئیس قوه قضاییه درباره شکنجه نیز گفت البته اثبات اینکه ممکن است برخی از مرگ‌ها بر اثر شکنجه باشد موضوع دیگری است که صرفاً یک ادعاست و بدون دلیل نمیتوان آن را پذیرفت. وی صدور حکم اعدام برای قتل را رد کرد و گفت در قوانین جمهوری اسلامی ایران اعدام برای قتل نداریم، بلکه این قصاص است که نوعی حق است، حقی است که اولیای دم دارند و لزوما همیشه این حق اعمال هم نمی شود. بنابراین مجازات اعدام برای قتل یک سخن سخیف است.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر که هفته گذشته منتشر شد، نقض حقوق بشر در ایران از جمله محدودیت‌های شدید علیه آزادی‌های مدنی، محدودیت در امکان انجام انتخاباتی آزاد از طریق صلح آمیز و در فرایندی عادلانه و استفاده فزاینده از حکم اعدام برای نوجوانان و یا جرایمی که حتی به عنوان جرایم جدی شناخته نمی‌شوند، به عنوان مهمترین مشکلات حقوق بشری در ایران نام برده است. آقای آملی لاریجانی در حالی مرگ زندانیان بر اثر شکنجه را سخن نامربوط خوانده که در سالهای گذشته گزارش‌های متعددی درباره مرگ برخی از افراد در بازداشتگاه‌ها بر اثر عوارض شکنجه منتشر شده که از جمله آنها مرگ ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس بوده است. همچنین در گزارش پزشکی قانونی علت مرگ محمد کامرانی، امیر جوادیفر و محسن روح الامینی زندانیان بازداشتگاه کهریزک در سال 88 ضربه به نسوج نرم بدن 72 ساعت قبل از مرگ و شرایط بد نگهداری اعلام شده بود. همچنین گزارش‌هایی درباره مرگ برخی از زندانیان از جمله هدی صابر و اکبر محمدی به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در زمان اعتصاب غذا منتشر شده است. رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنان خود ادعای وزارت خارجه آمریکا درباره صدور حکم اعدام به اتهام توطئه علیه امنیت ملی و اهانت به مقامات عالی رتبه کشور را دروغ خواند. آقای لاریجانی گفت در این گزارش ادعا شده که دشمنی با خدا نیز حکم اعدام در پی دارد، در حالی که اشاره آنها به بحث فقهی و حقوقی محاربه است که شرایط خاص خود را دارد. این اظهارات نیز در حالی بیان می شود که قوه قضاییه ایران بارها برای افرادی که درباره دین اسلام اظهار نظر کرده یا مطالبی نوشتند حکم اعدام صادر کرده است که برخی از این احکام در دیوان عالی کشور نقض شده است. به عنوان نمونه پس از اعدام محسن امیر اصلانی زندانی عقیدتی در زندان رجایی شهر در روز 2 مهر ماه 93 خانواده و برخی از دوستان آقای اصلانی اعلام کردند که وی به دلیل اتهاماتی چون ارائه تفسیر جدید از قرآن، توهین به حضرت یوسف و بدعت در دین اعدام شده است. آقای لاریجانی همچنین در واکنش به انتقاد وزارت خارجه آمریکا از صدور احکام اعدام در ایران برای قاچاقچیان مواد مخدر گفت کشورهای غربی به جای تشویق ایران در این مبارزه ما را مورد هجمه قرار می‌دهند. مقامات جمهوری اسلامی گفتند 90% آمار مجازات اعدام در ایران مربوط به جرایم مواد مخدر است و برخی از نمایندگان مجلس از تهیه طرح‌هایی برای لغو اعدام قاچاقچیان غیر مسلح خبر دادند. در همین حال زید رعدالحسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه 26 فروردین با انتشار بیانیه‌ای از ایران خواسته بود تا زمان تصمیم گیری مجلس در خصوص قوانین مربوط به مجازات قاچاقچیان مواد مخدر از اعدام این محکومان خودداری کنند. اما هفته گذشته دیوان عالی آمریکا با صدور حکمی در خصوص پرونده بمبگذاری در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت اعلام کرد که از دارایی‌های مسدود شده ایران باید غرامتی به میزان 2 میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان حملات پرداخت شود. این حکم با رأی مثبت 6 قاضی و رأی منفی 2 قاضی صادر شده است. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، دیوان عالی آمریکا روز چهارشنبه 1 اردیبهشت ماه شکایت خانواده‌های قربانیان بمبگذاری‌های بیروت در سال 1983 را موجه دانسته و رأی به پرداخت 2 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران به بازماندگان این قربانیان داده است. این حکم با رأی مثبت 6 قاضی و رأی منفی 2 قاضی صادر شده است. دیوان عالی آمریکا تصریح کرده که مصوبات کنگره این کشور رسیدگی به شکایات خانواده‌های قربانیان را منع نکرده و رسیدگی به این گونه شکایات همچنان در چارچوب نهادهای قضایی این کشور است.
در سال 1983 در بمبگذاری‌های بیروت 241 تفنگدار دریایی آمریکا کشته شده بودند. نهادهای امنیتی آمریکا جمهوری اسلامی را مرتبط با بمبگذاری‌ها در مقر تفنگداران دریایی آمریکا می‌دانند. گفته می شود که رأی دادگاه نیز بر اساس اطلاعات ارتش و نهادهای امنیتی این کشور صادر شده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی پیشتر کوشیده بود که از دسترسی نهادهای قضایی آمریکا به دارایی‌های مسدود شده ایران جلوگیری کند. مقامات ایران با استناد به مصوبات کنگره آمریکا در سال 2012 تلاش کردند تا مانع از پرداخت غرامت به خانواده قربانیان حملات تروریستی شوند. گفته می شود که تأمین این غرامت می تواند شامل تمام دارایی‌های ایران در کشورهای دیگر نیز بشود. به گفته ناظران سیاسی، کنگره آمریکا در 20 سال گذشته بارها دست به تغییر قوانین زده تا رسیدگی به شکایت خانواده قربانیان حملات تروریستی و امکان پرداخت غرامت به آنان تسهیل شود. کنگره آمریکا ظرف 20 سال گذشته برای آسان کردن طرح دعوای حقوقی علیه دولت‌های حامی تروریسم بارها قانون را تغییر داده بود. دادگاه‌های آمریکایی نیز همواره به نفع شاکیان رأی دادند. ولی جمهوری اسلامی ایران از اجرای آراء دادگاه‌های آمریکایی خودداری کرده بود و این مسئله وکلای شاکیان را بران داشت تا روی اموال و دارایی‌های ایران در ایالات متحده دست بگذارند. به نظر می رسد رأی دیوان عالی آمریکا دوره تازه‌ای از تنش در رابطه ایران و ایالات متحده را رقم بزند. آقای جابر انصاری پیشتر گفته بود تلاش اخیر در دیوان عالی آمریکا برای مصادره اموال جمهوری اسلامی ایران مرحله نهایی دعوای طرح شده از سال 86 در محاکم مختلف آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است که برخلاف اصول مسلم حقوق بین الملل بوده و هیچ اعتبار حقوقی ندارد. اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته است دولت او در پی دسترسی به نظام مالی آمریکا نیست، اما انتظار دارد نگرانی سایر کشورها در مورد ارتباط مالی با ایران رفع شود. او گفته تهران صرفاً انتظار دارد مقامات آمریکایی در زمینه اطمینان بخشیدن به کشورهای جهان درباره انجام امکان معاملات با ایران فعالانه‌تر عمل کنند. مخالفان توافق هسته‌ای اخیراً انتقاداتی را متوجه برجام کردند و گفتند با گذشت بیش از 3 ماه از اجرایی شدن این برنامه تغییر اساسی در شرایط و روابط اقتصادی و مالی ایران روی نداده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران خواستار دسترسی به نظام مالی آمریکا نیست، اما مقام‌های ایالات متحده باید به کشورهای دیگر تضمین دهند که در صورت تجارت با ایران مجازات نخواهند شد. آقای ظریف در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز که روز پنجشنبه 2 اردیبهشت ماه منتشر شده گفته است جمهوری اسلامی صرفاً انتظار دارد مقامات آمریکایی در زمینه اطمینان بخشیدن به سایر کشورهای جهان درباره امکان انجام معاملات با ایران بدون مواجهه با مجازات از سوی آمریکا فعالانه‌تر عمل کنند. وزیر امور خارجه ایران به نیویورک تایمز گفته ما هرگز نخواستیم به نظام مالی شما دسترسی داشته باشیم. آنچه که خواستیم این بوده که توافق هسته‌ای اجرایی شود. آقای ظریف تاکید کرده این توافق از ایالات متحده می‌خواهد به نهادهای مالی اروپایی امکان دهد در معامله با ایران آسودگی خیال داشته باشند. همزمان آلن ایر یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا ادعای برخی مقامات ایران مبنی بر کارشکنی این کشور در معاملات ارزی ایران را رد کرد و گفت ایالات متحده از دسترسی ایران به دارایی‌های خود که پس از اجرای برجام آزاد شده جلوگیری نکرده و نخواهد کرد. آقای ایر در تشریح مزایای اجرای توافق هسته‌ای برای ایران به 2 برابر شدن فروش نفت و امضای قراردادهای بین‌المللی و دسترسی به سویفت تنها در عرض 3 ماه اشاره کرد. سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد ما مانع تجارت قانونی با ایران و معاملات مجاز تحت برنامه برجام نیستیم و از آن حمایت می‌کنیم.
در جریان اختلاف هسته‌ای ایران و جامعه جهانی، دولت آمریکا به منظور وادار کردن جمهوری اسلامی به تغییر برنامه‌های هسته‌ای خود، نظام بانکی این کشور از جمله بانک مرکزی را تحریم کرد و همچنین به مؤسسات تجاری سایر کشورها هشدار داد که ارتباط بانکی با ایران باعث خواهد شد که این مؤسسات از دسترسی به تسهیلات مالی در ایالات متحده محروم شوند. پیش از تحریم کامل نظام بانکی ایران به دلیل برنامه هسته‌ای ایالات متحده، تعدادی از بانک‌های جمهوری اسلامی را نیز به خاطر آنچه که کمک به گروه‌های تروریستی می‌خواند مشمول تحریم قرار داد و محدودیت‌هایی در زمینه ارتباط بانکی دو طرف به اجرا گذاشته بود. در ژوئن سال 2008 وزارت خزانه‌داری ایالات متحده دستور داد که نظام بانکی آمریکا دیگر مجاز به انجام معاملات گردشی با ایران نیستند. در این نوع معاملات، بانک‌های آمریکایی مجاز به ارائه امکانات بانکی برای انجام معاملات دلاری میان افراد و مؤسسات غیر آمریکایی با ایران بودند. با تصمیم وزارت خزانه‌داری، بانک‌های آمریکایی از هر گونه ارتباط غیر مستقیم بانکی با ایران هم منع شدند. این ممنوعیت مشکلاتی را در راه معاملات دلاری ایران با کشورهای ثالث پدید آورد. در پی توافق هسته‌ای اعلام شد که تحریم‌هایی که ایالات متحده در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی علیه این کشور به اجرا گذاشته لغو خواهد شد، اما مقامات آمریکایی تاکید کردند که این تصمیم شامل تحریم‌های دیگر از جمله تحریم‌های آمریکا در ارتباط با حمایت ایران از تروریسم و نقض حقوق بشر توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود. وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر روز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه گزارش داد که شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران رسیدگی به پرونده نرگس محمدی را به صورت غیر علنی آغاز کرده. خانم محمدی در حال گذراندن دوران محکومیتی 6 ساله است. هفته گذشته منابع خبری همچنین خبر دادند که پزشکان کلیه راست امید کوکبی، فیزیکدان زندانی ایرانی را به علت تومور بدخیم سرطانی به طور کامل از بدن او خارج کردند. امید کوکبی به 10 سال زندان محکوم شده و از 5 سال و 3 ماه پیش بدون مرخصی در زندان به سر میبرد. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، فعال مدنی زندانی، میگوید جلسه رسیدگی به اتهام‌های این فعال مدنی اول اردیبهشت ماه در دادگاهی به ریاست ابوالقاسم صلواتی به شکل غیرعلنی برگزار شده است. کانون مدافعان حقوق بشر ایران از تقی رحمانی نقل کرده که با وجود طی شدن بخشی از محکومیت خانم محمدی و همچنین بیماریش که شامل آزادی مشروط او می شود، این حقوقدان ایرانی همچنان در زندان است و آزادی از او سلب شده است. جلسه رسیدگی به اتهام‌های اخیر نرگس محمدی چندین بار به تعویق افتاده بود. خانم محمدی دچار بیماری شدید ریه و فلج عضلانی است. او در مواردی به بیمارستان فرستاده شده و پزشکان دستور دادند که بستری شود. به گفته پزشکان، بیماری‌های این فعال حقوق بشر در فضای زندان و محیط‌های تنش‌زا تشدید می‌شوند و می‌توانند جان بیمار را به خطر بیاندازند. مقام‌های قضایی ایران پرونده‌ای هم علیه او به خاطر توهین به مأموران منتقل کننده‌اش به بیمارستان تشکیل دادند. شرایط وخیم خانم محمدی تأثیر بر صدور دستور آزادی او نداشته است. نرگس محمدی در سال 1388 بازداشت و در تیر ماه 1390 با استناد به قوانینی که مربوط به اقدام علیه امنیت ملی یا تبلیغ علیه نظام می شود محاکمه شد. این فعال مدنی بار دیگر در سال 1393 بازداشت شد که این بازداشت هم با اتهام‌های نظیر اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام انجام شد. در تیر ماه 1394 خانواده خانم محمدی گفتند وزارت اطلاعات ایران اتهام همکاری با حکومت اسلامی را نیز متوجه او کرده است. خانواده نرگس محمدی در واکنش به این اتهام گفته بودند احتمالاً دلیل آن مخالفتش با اعدام چند سنی مذهب و درخواست رعایت انصاف و عدالت در دادرسی آنها از سوی مقام‌های قضایی بوده است. سازمان‌های مدافع حقوق بشر و روزنامه‌نگاران
چهره‌های بین‌المللی و کنشگران بارها به موضوع بازداشت‌ها و زندانی شدن نرگس محمدی اعتراض کردند. در خبری دیگر، پزشکان کلیه راست امید کوکبی، فیزیکدان زندانی ایرانی را به علت عارضه تومور بدخیم سرطانی به طور کامل از بدنش خارج کردند. آقای کوکبی روز چهارشنبه اول اردیبهشت در بیمارستان سینای تهران مورد عمل جراحی قرار گرفته است. این منبع از قول پزشک معالج امید کوکبی گفت که با توجه به وضعیت بیماری وی در صورت ادامه حبس جان این زندانی در خطر خواهد بود. آقای کوکبی دانشجوی دکترای فیزیک با تخصص لیزر در دانشگاه آستین تگزاس بهمن ماه سال 1389 هنگام خروج از ایران در فرودگاه بازداشت و بعد از چند ماه به اتهام ارتباط با دولت متخاصم و کسب مال نامشروع به 10 سال زندان محکوم شد. آقای کوکبی از 5 سال و 3 ماه پیش بدون مرخصی در زندان به سر میبرد و در این مدت چندین بار با دفع سنگ کلیه و خونریزی داخلی ناشی از آن دست و پنجه نرم کرده است. حکم 10 سال حبس امید کوکبی در دی ماه 1393 مجدداً تایید شد، اما آقای کوکبی میگوید حکم دادگاه بر اساس اعترافات اجباری خلاف واقع صادر شده است. سعید خلیلی وکیل این زندانی گفته است موکلم طبق قانون بیش از 2 سال است که شرایط و استحقاق برخورداری از آزادی مشروط را دارد و آقای جواد لاریجانی هم در اسفند 1393 در گفتگویی با شبکه دوم تلویزیون جمهوری اسلامی وعده عفو و آزادی وی را داده بود. با کمال تعجب نمی‌دانیم چه دست‌هایی تاکنون مانع تحقق این همه راه‌ها برای آزادی ایشان شدند. در تحول دیگر، وبسایت جهان نیوز وابسته به علیرضا زاکانی نماینده تهران در مجلس نوشته است صبری حسنپور سخنگوی کنگره ملی ایرانیان برای نجات ایران و مجری شبکه فارسی زبان سیمای رهایی در هلند در تهران دستگیر شده است. این وبسایت به نقل از یک منبع آگاه که نام و سمت او ذکر نشده است اعلام کرد که آقای حسنپور برای دیدار با خانواده خود به ایران عزیمت و در مدت حضور در ایران به شهرهای تهران، اهواز، اصفهان و کرج سفر کرده است. در این گزارش اشاره‌ای به زمان بازداشت آقای حسنپور در تهران نشده است. در همین حال یک وبسایت خبری نقل کرده که آقای حسنپور برای دیدار خانواده‌اش به ترکیه سفر کرده بود و در یکی از شهرهای این کشور ربوده شده است. تلویزیون اینترنتی سیمای رهایی برنامه‌هایی در انتقاد از حکومت جمهوری اسلامی پخش می‌کرد و مصاحبه‌هایی با چهره‌های منتقد حکومت داشته است. اما آمریکا بیش از 200 نیروی تازه نفس به همراه هلیکوپترهای آپاچی به عراق می‌فرستد. این بیشترین رقم افزایش نیروهای آمریکایی در عراق طی 1 سال گذشته به شمار می‌رود. هدف از اعزام شمار بیشتری از نظامیان آمریکایی کمک به نیروهای مسلح عراق برای بازپسگیری شهر موسل اعلام شده. آمریکا بیش از 200 نیروی تازه نفس به همراه هلیکوپترهای آپاچی را به عراق می‌فرستد. این بیشترین رقم افزایش نیروهای آمریکایی در عراق طی 1 سال گذشته به شمار می‌رود. مقام‌های وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه 30 فروردین ماه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند هدف از اعزام شمار بیشتری از نظامیان آمریکایی و استقرار آنها در نقاط نزدیکتر به خط مقدم جبهه کمک به نیروهای مسلح عراق برای بازپسگیری شهر موسل در شمال عراق و کمک به پس گرفتن رقه، مرکز خلافت خودخوانده گروه خلافت اسلامی در سوریه است. دولت باراک اوباما ژوئن پارسال اعلام کرد برای کمک به بازپسگیری شهر رمادی چند صد نیرو به منطقه اعزام خواهد شد. در پایان سال میلادی گذشته شهر رمادی از تصرف گروه خلافت اسلامی آزاد شد. بنابراین گزارش این تصمیم نتیجه هفته‌ها مذاکره با سیاستمداران و فرماندهان ارتش عراق است و در عین حال بر اساس تصمیم باراک اوباما اتخاذ شده که اعزام 217 پرسنل دیگر و افزایش رقم نظامیان آمریکایی مستقر در عراق از 3870 به 4087 نفر را تصویب کرده است.
واحدهای مستشاری ارتش آمریکا قرار است در تیپ‌ها و گردان‌های ارتش عراق حرکت کنند و در نتیجه به خط مقدم جبهه نزدیکتر شده و خطرات بیشتری آنها را تهدید خواهد کرد. نزدیک شدن به خطوط مقدم جبهه به مستشاران آمریکایی امکان خواهد داد که در حرکت ارتش عراق به سمت موصل به آنها مشورت رزمی بیشتری ارائه دهند. مستشاران آمریکایی تاکنون در ستادهای فرماندهی مستقر بودند که با خط مقدم جبهه‌ها فاصله زیادی دارد. خبرگزاری اسوسییتد پرس یادآوری می‌کند که مقام‌های آمریکایی سپتامبر پارسال سعی کردند بر سر نحوه کمک نظامی به عراق با رهبران آن کشور که معمولاً در مورد نحوه پیشبرد جنگ دیدگاه متفاوتی دارند به توافق برسند. در آن زمان فرماندهان عراقی برای عملیات بازپسگیری رمادی پیشنهاد آمریکا برای اعزام هلیکوپترهای آپاچی را رد کردند. روز دوشنبه اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در سخنرانی خود خطاب به نیروهای آمریکایی در فرودگاه بغداد گفت آمریکا یک سامانه دیگر از توپخانه‌های مجهز به موشک انداز را به عراق خواهد فرستاد. مقامات آمریکایی همزمان اعلام کردند که در آینده تعداد پرسنل نیروهای مخصوص آمریکا در خاک سوریه نیز افزایش خواهد یافت، ولی اشتون کارتر در سخنرانی خود به این نکته اشاره نکرد. سخنرانی روز دوشنبه وزیر دفاع آمریکا نتیجه چندین ملاقات او با فرماندهان آمریکایی و رهبران عراق در مورد یافتن بهترین راه کمک رسانی آمریکا به ارتش عراق در عملیات بازپسگیری موصل است. آقای کارتر با ژنرال شون مکفارلند فرمانده ائتلاف نظامی بین المللی علیه گروه خلافت اسلامی، حیدر العبادی نخست وزیر و خالد العبیدی وزیر دفاع عراق ملاقات کرده و با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق نیز تلفنی گفتگو کرده است. مقامات دفاعی آمریکا میگویند بازپس گرفتن شهر موصل حیاتی است، ولی در عین حال میتواند بسیار دشوار باشد چون نیروهای خلافت اسلامی مواضع خود را در این شهر به شدت مستحکم کرده و با بمب‌های کنار جاده و سایر شیوه‌های کمینگذاری راه پیشروی ارتش عراق را دشوار خواهند کرد. علی مطهری نماینده مجلس ایران از حسن روحانی رئیس جمهور این کشور خواسته که درخواست مهدی کروبی برای برگزاری دادگاه علنی را پیگیری کند. مهدی کروبی از معترضان به نتایج انتخابات سال 88 اخیراً از حصر خانگی نامه خطاب به حسن روحانی نوشته و گفته است ناتوانی او را در رفع حصر می‌داند و انتظاری در این باره ندارد، اما خواستار برگزاری محاکمه علنی خود شده و گفته حکم دادگاه هرچه باشد میپذیرد. علی مطهری نماینده مجلس ایران از حسن روحانی رئیس جمهور این کشور خواسته که درخواست مهدی کروبی برای برگزاری دادگاه علنی را پیگیری کند. آقای مطهری روز دوشنبه 30 فروردین به خبرگزاری ایلنا گفت رئیس جمهور هم به عنوان مجری قانون اسلامی و هم به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی وظیفه دارد پیگیر این موضوع باشد. مهدی کروبی از معترضان به نتایج انتخابات سال 1388 که محمود احمدی نژاد پیروز آن معرفی شد، اخیراً از حصر خانگی نامه‌ای خطاب به حسن روحانی نوشته و او گفته است ناتوانی او را در رفع حصر می‌داند و انتظاری در این باره ندارد، اما خواستار برگزاری محاکمه علنی خود شده و گفته که حکم دادگاه هرچه باشد میپذیرد. آقای مطهری درخواست آقای کروبی را یک مطالبه منطقی دانسته و بار دیگر وضعیت او را که بدون حکم قضایی در حصر خانگی است غیر قانونی خوانده است. علاوه بر آقای کروبی، میرحسین موسوی دیگر نامزد معترض به نتایج انتخابات سال 1388 هم همراه همسرش زهرا رهنورد بیش از 5 سال است که در حصر خانگی هستند. نماینده مردم تهران در مجلس گفت اینکه برخی عنوان می‌کنند اگر دادگاه برگزار شود حکم صادر سخت خواهد بود، پس بهتر است برگزار نشود، نمی‌تواند منطقی باشد، چرا که باید حرف‌ها و دفاعیات شنیده شود و مشخص شود چه عواملی موجب بروز چنان رفتارهایی از آنها شد و شروع کننده چه کسی بود. اینها طبعاً اتهام آنها را سبکتر می‌کند.
وبسایت مشرق نزدیک به اطلاعات سپاه در پی نامه آقای کروبی نوشت در صورت محاکمه علنی این افراد حکم دادگاه سنگین‌تر از حصر خانگی خواهد بود. آقای مطهری گفت باید همه عوامل مؤثر در آن حوادث پس از انتخابات از جمله برخی نهادهای حکومتی و رئیس جمهور سابق و آن دو محصور به طور همزمان در دادگاه صالح علنی محاکمه شوند و حکم هرچه بود همه بپذیرند و پرونده این موضوع بسته شود. گزارش به پایان برنامه امروز میرسیم. بسیار سپاسگزارم که با ما همراه بودید. با ما از طریق نشانی هایی که بر صفحه تلویزیون ظاهر شده در تماس باشید و نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را در مورد برنامه با ما در میان بگذارید. تا دیدار دیگر، خدایا را نگهدارتون.